بله، ملا حسنه از قدیم ندیم آرزو داشته برای خودش. اول که من اصلا میخواستم دکتر بشوم که از اتاق عمل کشف بیایم بیرون، اون پوزه بندی بزنم کنار، بگویم متاسفم. اون نشد، چون که درسی باید میخوانده، من نمیخواسته درسی میخوانه، اونو نرفتم. بعد گفتم که مفتخوری میکنم ولی فقیه میشوم، خیلی خوبه، سواد نمیخواهی، شعور نمیخواهی، اینا راحته. اما امامه سیاه میخواهی که من نداره. شاعر شیرینی سخن یعنی خود من در دیوان دکلی خودش میگوید در ناامیدی بس امید است، امامه هاشمی سفید است. امامه سیاه و ریش کافه از بهر ولی فقیه مفید است. باقیش زیاد مهم نیست. سید علی یا سید علی مگه تحفه طنزه؟ اون سر قافیهش پرید از اون ور شعر نو شد. هن سیدل که خودش ندت بده دست، بدبخت گدوخ بسیجی جید، گاماز تو کسی ندیده است. خلاصه من همیشه دوست داشته که به جای نماز جمعه چیزار تا بسیجی زهلم گتمیش به من گوش میکنه، جلوی اون خارجی ها صحبت میزنم. این بار که اون رهبانه در سازمان ملل سخنرانی کرد، من خیلی غمزده گوسه کرده شده. چطور اون راه میدهند اونجا، منو بازنش بسته میکنن. من که از اون بهتر صحبت میزنه. گدوخ همچین صحبت زد که از توی اون توبرای خودش سخنرانیش هر کس هرچی میخواهد در بیاورد. اون پیراهن شعبده بازها را دیدی چجوره؟ این مثل کلاهشان بود که همه چی توی آن هست. منو دعوت میکرد سازمان ملل، اونه میگفتند که در سردر سازمان ملل نوشته است که بنی آدم اعضای اون یک پیکرند. بعدش چی؟ به جز بعض که اساسی خرند، یعنی آوازه بسیط تا اونجا رسیده. چه عضوی به درد آورد روزگار، شب روز عظما شود زهرمار. اون مال بعد از مذاکره و قطعنامه زهلم گتمیش. بسیجی اختا اوضاع برای من دراز نگاه نینداز. بینوا تو همانه که هواپیمای بدون سرنشین سقوط کرد، طور فرستادند که تحقیق میکنی 100 تا جسد پیدا میکردی میفرستاده. بعد فهمیدند که هواپیما توی قبرستان سقوط کرده. گدوخ اگر اینقدر جنازه مفتی پیدا میکردی، خب میرفتی توی راهیان نور دیگه. بحث از سازمان ملل بود که عظمای بدبخت نماینده خودش را هم نمیتواند به سخنرانی بفرسته. بدبختی به نوا خیلی وضعش در بداگونه. البته خدا گرز حکمت ببندد دره، به عظمای ما میزند تو سره. الان زده. اون که میاندازه بالای داعش تو زوریه، اون میخوره توی سر عظما. اونو نینداز، دستت روی. اونقدر معلومه که توی کله عظما میخوره که دیگر ملا حسنه هم فهمید. دیدی لو رفته، دیدی خودت با نفهم طرفه، دیدی الکی برای من صدای خودت را زیر صدای خودت بیگذاره. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی شده با کنیستی